پیش از آغاز کردن این درس امروز اگر به کانال ابونه نشده باشید لطفاً ابونه شوید، به نوار لایک گذارید. برای بهتر کردن صفت درس ها فکرهای خود را در شرح نویسید. این نوار را به دوستان و نزدیکانتان روان کنید و برای اولین شده خبردار شدن از درس های نو زنگوله را زیر کنید. چون همیشگی درس امروز را نیز با quote of the day یعنی سخن روز آغاز میکنیم و سخن روزی امروزمون چنین است: Fall 7 times, stand up 8. Japanese proverb. ترجمهش به زبان تاجیکی می شود: 7 بار افتو 8 بار خیز. مقال ژاپنی. New words. کلمه های نو: morning سحر، afternoon بعد از نصف روزی، evening بگاه، tonight امشب، specific time وقتی خاص و یا وقت معین، January ینور، February فوریه، March مارچ، April اپریل، May می، June ایون، July ایول، August آگوست، September سپتامبر، October اکتبر، November نوامبر، December دکبر، this year امسال، last month ماه گذشته، born تولد شدن، appointment درخواست، identify معلوم کردن. درخواست این وقتی که شما پیش از به دکتر رفتن و یا پیش از ملاقات کردن وقت میگیرید به آن میگوییم درخواست. در زبان انگلیسی به این میگویند appointment. در اینجا درس امروزه ما به پایان میرسد. اگر به کانال ابونه نشده باشید لطفاً ابونه شوید، به نوار لایک گذارید، فکرهای خود را برای بهتر کردن صفت درس ها در شرح نویسید. این نوار را به دوستان و نزدیکانتان روان کنید و برای اولین شده خبردار شدن از درس های نو زنگوله را زیر کنید. از همه شما برای تماشای نوارهای ما تا آخر منت داریم. لطفاً با ما باشید و با ما زبان انگلیسی را آسان و رایگان آموزید.